منطقه آسیای مرکزی در اکثر تحلیل های غربی و روسی و غیره همچون منطقه بعدی احتمالی انتقال ناآرامی ها پیش بینی میشد. مهمترین اساسی ترین ابزاری که یا اینسترومنتی که همین کشورهای ابرقدرت برای ضربه زدن به هم در این منطقه استفاده میکنن همین افراطی گرایی دینی و گروه های افراطی دینی است. ببینید ما منبع خطر از کجا آمدنش بگیم. از این رو تجربه طالبان یا به قدرت آوردن طالبان، ما تو نمیگیم به قدرت رسیدن طالبان، میگیم تجربه به قدرت آورده شدن طالبان در افغانستان نشان میدهد که اگر منفعت های قدرت ها تقاضا کند اینا چه گروهی باشد دستگیری میکنند. گروه افراطگرایی را هم دستگیری میکند، گروه تروریستی را هم دستگیری میکند. و در همین تجربه طالبان ما دو چیز رو دیدیم. یکی همین که اگر منفعتاشون تقاضا کند همه گونه گروه دستگیری میکنند. دوم این که اگر منفعت تقاضا کند همه یعنی شرطنامه و قرارداد و قانون و که سالهای سال ما قبول کردیم با هم با این کشورها همش در یک لحظه پامال میکنن. یعنی خیلی انتظار که اینا شریک استراتژی، اینش پارتنر اوید با مبارزه با تروریسم، این چیزها همش در یک لحظه هیچ میشد. انا این تجربه آوردن طالبان از نظر حقوقی شفتیم، از نظر ایدئولوژی تجربه و سر قدرت آوردن طالبان تمام گروه های افراطی رو هوشیار کرد و اونا چنین سبق داد که اگر شما قوی باشید قدرت گیرید این همش با اعتراف میکند، همش میاید با شما کار میکند. یعنی که روحیه افراطگرایی رو در منطقه ده چندان کرد، اونا رو خیلی امیدوار کرد. این بسیار مسئله من این ببینید همین دیروز همه کشورهای آسیای مرکزی با طالبان قرارداد کاس 1000 رو امضا کرده با گروهی که در قانونگذاری همه یعنی 5 کشور امضا کردگی همچون گروهی تروریستی اعتراف شده است و ایستاده است. یعنی 5 کشور با گروهی تروریستی رسمی که در قانونگذاری خودش نشست طالبان گروهی تروریستی قرارداد امضا کردند. همه کشورها 2 ساله امضا دارند. پس نکته مهم این است که همون چرا ما خطر رو زیاد احساس میکنیم؟ چون که همون اراده بین المللی، چارچوب شکل گرفته بین المللی مبارزه با تروریسم شکست خورد. مثلا من سردار ریاست خارجه بودم، فقط با همین خطای ها میخوردیم، با ازبک ها میخوردیم، با روس ها میخوردیم. مسئله همین بود که ما یک جایه با تروریسم مبارزه میکنیم. نیم و کمکاری های ما نامش بود مبارزه با تروریسم، نام کنفرانس هم خیلی نبود مبارزه با تروریسم. انا پس ما اگر صحبت کنیم او که با شما با تروریسم مبارزه میکنیم، ما آقا تروریسم ما هم طالبان در نظر داشتیم، شما ایرا گرفته سفیرش قبول کرده رسمیت بخشیده. بنابراین همون باوری بین المللی به این که همه کشورها مخالفی تروریسم است، هیچ کسی اجازه نمیده اون گروه بیاید، همین شکسته شد. همه بعدش چون که ما دیدیم که کشورهایی که پیش صف و مبارز اساسی ضد تروریسم بودن و ما رو همیشه طلب میکردن که بیاید یک جایه با این گروه ها مبارزه کنیم، اکنون اینا آمدن پارتنر اساسی تروریستا شدن. من چرا کلمه تروریستا استفاده میکنم؟ چون که در قانونگذاری همه همین دولت ها حاضر همین کلمه همین گروه با همین نام ایستاده است. ما خیلی همچون تهمت یا همچون موقع نگفتیم، حتی همچون زبان درست حقوقی که گروهی تروریستی نام داره دیگه اگه چنین. انا ببینید برای همون کشورهایی که ما رو به این دعوت میکنن که بیا
با این گروه ها مبارزه کنیم. حاضر ما رو فشار آورده ایستادن که چرا شما این گروه تروریستی رو اعتراف نمیکنید. من ولی مشکلی ما این است که قریب همه شریکای استراتژی ما از ما رنجیدگی که چرا شما طالبان اعتراف نمیکنید، چرا با همکاری نمیکنید. اینا ما کرده ایستادیم و ببینید تا همین حد همین کار بیشرمانه بگیم رخ داد که حتی لازم ندونستم مثلا که اول در قانونگذاری حداقل یک قرار قبول کرده که از کاتگوری گروه تروریستی برآرد، بعد مناسبت برقرار کند. همین در این زمان که در قانونگذاریش همون گروه هم تروریستی اعتراف شده، امضای رئیسش ایستاده است، با در این زمان قرارداد امضا کرده است، رابطه کرده است. این نشون میدهد که پس ما خیلی واقع بین‌تر باید باشیم که اگر تقاضای منافع قدرت ها می شود که در آسیای مرکزی یک نورو میکنن و میکنن، هیچ قرارداد ضد تروریسم ایران نجات نمیده. و چیز آخری که در باره منطقه گیم این است که ما یک تصوری کلاسیکی ژئوپلیتیکی داریم در باره اینکه قواهای گوناگون، قدرت‌های گوناگون با آسیای مرکزی به مقصدی منبع‌های این منطقه می آیند، منبع‌های بزرگی آب و انرژی و زمین و پخته و چیز. ولی این در جای خودش ایستاده است، ولی وضعیت نو به این دخل ندارد. وضعیت نو خیلی است که شاید به خاطر ضربه زدن به همدیگر این کار میکنن. مثلا از مثال لازم است خیلی که مثلا اما بحران فلسطین زنده کردن به خاطری که امریکا اوجا مشغول باشد، ممکن که اونا آسیای مرکزی رو ناآرام کنن برای که چین و روسیه اینجا مشغول باشد. حالا اینجا گفت درباره انرژی و زمین و آب و نمیره دیگه. این وضعیت اپراتیویش هم خیلی. بنابراین این وضعیت نوی پیش آمده احتمال دارد که آسیای مرکزی رو به منطقه ناآرام تبدیل کند و در همین کار محض افراطگرایی و گروه افراطگرایی همچون اینسترومنتی ناآرام کردن، اینسترومنتی تطبیق همین سیاست ها استفاده شوند. و ولی 22 گروه میده و کلان در افغانستان فعال است و بینید همین دیروز ترامپ در برنامه انتخاباتیش گفت که 85 میلیارد دلار سلاح در افغانستان ما مانده آمدیم. این 85 میلیارد دلار از جمعی سلاح‌های ارتش‌های تمام آسیای مرکزی زیادتر است، هم به ارزشش، هم به صفتش، هم به مقدارش. یعنی 5 کشور آسیای مرکزی در یک جایگی برابر طالبان سلاح ندارن حاضر. مثلا اینا هم آمارا ببینید، کشورها هست مثلا 50 تانک داره، 60 تانک داره، 80 تانک داره، اونا 800 تانک دارن. مثلا 7000 BTR دارن طالبان. با کشور آسیای مرکزی مقایسه نمیشد، حتی او با روسیه، با چین، هند مقایسه کردن ممکن. یعنی بزرگترین ذخیره سلاح اینجا مونده است و این کار میکند یکون وقت. بنابراین سلاح هست، نیروی مسلح جنگنده ها هست. اگر یک اراده ژئوپلیتیکی شود ممکن که بحران به وجود بیاد. یعنی این وضعیت منطقه. سوم میم حلقه سوم با تاجیکستان، یعنی با جمهوری تاجیکستان همی وضعیت چگونه تاثیر و تهدید داره. زیرا مو جمله اولی پیشوای ملت چی بود؟ این چنین تأثیری آن به جامعه و دولت ما. اینش نمیم. یعنی تاجیکستان همچه یک کشوری مرزی آسیای مرکزی واقعا با خطرهای جدی در این وضعیت روبرو است و ما درباره این خطر دو سطح فهمیش داریم یا دو نوع فهمیش. یکی این که خطر فیزیکی و امنیتی، به این معنی که این گروه ها میان امنیت جامعه بر هم میخوره، ثبات بر هم میخوره، ممکن جایی رو اشغال میکنه، جایی رو میترکاند، کسی رو میکشد.
این نامش خطر امنیتی. این یک فهمیش عنعنوی درباره خطر گروه‌های افراط‌گرایی است. همین بسیار خوب کار کرد. اگر ما نیروهای مسلح تاجیکستان مثال گیریم یا قزاقستان گیریم یا ازبکستان گیریم، منطقه ما برای مخالفت با افراط‌گرایی از نظر فیزیکی خیلی آماده شدگی است، از نظر حقوقی فیزیکی، چون که همین سالهای اخیر تمام همین کشورها قانونگذاریشون اوید به همین مبارزه از نو کردن، نیروهاشون از نو ساختن. همه وزارت و اداره‌های قدرتی زیر ساختارهای مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم دارد، نیروهای تیار شده دارد، ولی این در حالت خطری سخت، خطری سختی که به طور فیزیکی اگر آمد. ولی سطح دوم خطر این تهدید تمدنی است، تهدید تمدنی ارزشی، تهدید به ارزش‌های اساسی ملی، تهدید به خود موجودیت ملت همچون گروه اتن فرنگی، تهدید به موجودیت دولت. این سطح مهمتر متاسفانه در دایره‌های هم کارشناسی هم اداری این کشورها مهم گرفته نشده است یا بگیم درک نشده است. ولی انمی آمدن طالبان امیر هم نشان داد که دیگر وی آمده فقط ساختار را دیگر نمی کند، اومد ایدئولوژی دیگر میکند، ارزش را دیگر میکند. این آمده زبان من کرد، فرهنگ من کرد. یعنی البته این تهدید فیزیکی امنیتی خالی نیست، این تهدید ارزشی تمدنی است. انا برای همین ما میگیم که در همین خیل حالت ما با همین دو سطح خطر رو برو هستیم، هم خطر فیزیکی امنیتی، هم خطر ارزشی تمدنی که دومش با بسیار مهمتر است. از نظری حالت پیش آمده توازنی حیاتی ملی برای تاجیکان این است که باید حالت تأمین شود که ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی در اولویت قرار داشته باشند. یعنی ارزش‌های ملی باید حکومت کنند، معین کننده باشند و ارزش‌های دیگری که هست، چی دینی است، چی ایدئولوژی است، چی سیاسی است، اونا حالت دوم درجه باید داشته باشه نسبت به ارزش‌های ملی. انا میگم بالانس حیاتی یا توازن حیاتی ملی. و اگر در نتیجه همین تغییراتی که در فضای ایدئولوژی، فضای فکری آمده استاده است، همین بالانس ویران شود، این باعث میشه که یک زنجیره تهدید آغاز شود که اول تهدید به ارزش‌ها، بعد تهدید به فرهنگ، بعد تهدید به ملت، بعد تهدید به دولت. بنابراین ما وقتی که با یک عنصر بیگانه مبارزه میکنیم، مثلا این نیست که ما همون را بد میبینیم یا با همون مخالفیم، این بحث ایدئولوژی هم نیست. ما آغاز زنجیر میبینیم که وارد شدن عنصر بیگانه، ضربه خوردن ارزش‌های ملی، شکست خوردن فرهنگ ملی، بعدا نوبت ملت، بعدا نوبت دولت. یعنی این در اصل حمایه دولت رفته است از در روند. ما همین خیلی لحظه ها در تاریخ خود داشتیم که اگر ارزش‌های دینی یا خرافاتی یا ایدئولوژی، این وابسته به زمان است، اگر ارزش‌های بیگانه غالب باید، ملت شکست خورده است. خب اکنون همه امی رو جمع بست کنیم، ما گفتیم که یک زنجیره تهدید است که اول تهدید به ارزش‌ها، اینا میگه زبان دخیل، جشن دخیل، نوروز حرام، اول تهدید به ارزش‌ها، بعد وقتی که ما تهدید به فرهنگ و فرهنگ که شد تهدید به ملت، ملت که رفت تهدید به دولت. انا همین خیل
آغاز یک روند فرو بردن دولت و ملت ما هستیم.